در روزگار قدیم در سرزمینی دور پادشاهی شکمو و پرخور زندگی می کرد. چیزی که پادشاه از همه چیز بیشتر دوست داشت غذا بود. او هیچ وقت از غذا سیر نمی شد. حتی وقتی که پسر کوچکی بود به او اجازه داده شده بود که هر وقت و هر چقدر دوست داشت غذا بخورد. به خاطر همین او همیشه در حال خوردن بود و روز به روز چاق‌تر می شد. اگه تا اینجای ویدیو اومدید، اگه میشه کانالمو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین تا من انرژی زیادی بگیرم. ممنون میشم. وقتی که او شاه شد اشتهایش هم بیشتر شد. به محض اینکه صبح از خواب بیدار میشد از خدمتکارها میخواست که صبحانه مفصل او را برایش بیاورند. بعد از خوردن چندین کاسه فرنی داغ تکه های نان همراه با کره و مربا را یکی پس از دیگری میبلعید. بعد از آن هم تمام تخم مرغ‌هایی را که در مرغ‌های دربار گذاشته بودند فرو میداد. چند ساعت بعد از صبحانه قبل از ظهر که کمی گرسنه میشد معمولاً 10 کیک شکلاتی یا بیشتر همراه چندین فنجان چای میخورد. وقتی نهار هم از بس کیک، ساندویچ، میوه و بیسکویت و غذاهای دیگر روی میز بود، میز بیچاره به ناله میافتاد. موقع عصرانه هم برای او انواع کیک می آوردند، اما برای او مهمتر از همه شام بود. آشپزهای دربار تمام روز به شدت کار می کردند تا شام شاه را آماده کنند. موقع خوردن شام که می رسید خدمتکاران یکی پس از دیگری با ظرف‌های غذا می آمدند. یکی با کاسه سوپ داغ، دیگری با دیس پر از ماهی، سومی با ظرف پر از کباب، چهارمی با ظرف سبزی و سالاد. آنها به کنار میز می آمدند و ظرف‌ها را جلوی شاه می چیدند. شاه می خورد. وقتی همه این غذاها تمام می شد تازه نوبت به میوه و ژله می رسید. بالاخره شاه سیر می شد و به رخت خواب می رفت تا بخوابد. این عادت پرخوری شاه را به یک آدم احمق تبدیل کرده بود. هیچ کس جرأت نمی کرد که به او بگوید قسمت زیادی از ثروت و دارایی کشور صرف غذاهای رنگارنگ شاه می شود. آنها هم در زمانی که بیشتر مردم گرسنه بودند و هر روز فقیرتر و نیازمندتر می شدند. یک روز درست بعد از اینکه شاه نهار مفصل خودش را خورد احساس عجیبی کرد. او احساس می کرد که از همیشه بزرگتر شده، بزرگتر اما سبکتر. ناگهان او شروع به بالا رفتن کرد، درست مثل یک بادکنک بزرگ. شاه فریاد می زد: کمک! کمک! مرا پایین بیاورید! تمام کارکنان دربار و خدمتکارها بالا و پایین می پریدند و سعی می کردند او را بگیرند، اما هیچ فایده ای نداشت. او در یک لحظه آنقدر بالا رفت که دست هیچ کس به او نمی‌رسید. او از پنجره قصر بیرون رفت و در حالی که در هوا معلق بود از روی زمین های کشاورزی، رودخانه، جنگل و کوهستان سرزمینش رد می‌شد. او همانطور که کم کم ناپدید می‌شد فریاد می‌کشید:
کمی جلوتر شاه از بالای مزرعه‌ای پرواز کرد. او به پایین نگاه کرد و بچه‌های کشاورزی را دید که لباس‌های کهنه و پاره پوشیده بودند و روی زمین دنبال هیزم می‌گشتند. گاو لاغر و گرسنه‌ای هم که همان نزدیکی در حال خوردن علف‌های خشک بود، هرچند علف‌ها خیلی کم بودند. همانطور که از بالای مزرعه بعدی می‌گذشت، صحنه شبیه مزرعه قبلی او را متعجب کرد. کشاورزان فقیر و خانواده‌هایشان که لباس‌های کهنه پوشیده بودند، با زحمت زمین را می‌کندند تا بتوانند چیزی بکارند و بخورند. بعد از آن او از بالای روستای کوچکی گذشت. به هر جا که نگاه می‌کرد خانه‌های قدیمی و کهنه‌ای می‌دید که نیاز به تعمیر داشتند و مردمی که در خیابان مشغول گدایی بودند. همه مزرعه‌ها و روستاهایی که شاه دید پر از مردم گرسنه و فقیر بود. شاه ناگهان احساس ناراحتی و شرم کرد. او آنقدر مشغول لذت بردن و خوردن بود که نتوانسته بود فکری به حال مردم سرزمینش بکند. زمانی که او چاکتر و چاکتر میشد، مردم فقیرتر و لاغرتر میشدند. ناگهان باد تندی وزید و شاه را به طرف قصر خودش بازگرداند. همانطور که از بالای قصر میگذشت، احساس کرد که در حال افتادن روی زمین است. پایین و پایین تر آمد تا آنکه با صدای بلندی روی زمین قصر افتاد. همان روز شاه همه مردم را به یک مهمانی دعوت کرد و به هر کدام از آنها یک کیسه پر از طلا داد. بعد از آن هم دیگر هیچ وقت شکم و حریص نشد. به جای اینکه همه پولهایش را صرف غذای خودش کند، به همه مردم سرزمینش مقدار کافی پول داد که دیگر هیچ وقت گرسنه و فقیر نمانند. ممنون که تا اینجای قصه بودین و تمامی قصه رو شنیدین. امیدوارم که از این قصه خوشتون اومده باشه و خداحافظ.